سلام، خوش اومدیم به چنل برگ به برگ و یه ویدیو جدید تاریخی دیگه. این قسمت قراره به کتاب ریشه‌های جنگ جهانی دوم از ریچارد اووری ترجمه زارش کلانتری بپردازیم. بریم ادامه بدیم. اول از همه یک گاه شمار. سال 1914 28 ژوئن آرشیدوک فرانس فردیناند به قتل میرسد. 28 ژوئیه اتریش به صربستان اعلام جنگ میدهد. 4 اوت تمامی کشورهای بزرگ اروپایی درگیر جنگ میشوند. 1917 2 مارس تزار نیکولای دوم از سلطنت کنارگیری میکنه. 25 اکتبر حزب بلشویک قدرت را در روسیه به دست میگیرد. 1918 11 نوامبر با امضای قرارداد آتشبس جنگ جهانی اول به پایان میرسد. 1919 28 ژوئن امضای معاهده ورسای معاهده فرانسه با آلمان. 1920 در ژانویه جامعه ملل آغاز به کار میکند. 1922 6 فوریه معاهده دریای واشنگتن به امضا میرسد. 28 اکتبر رژه روم موسولینی نخست وزیر میشود. 1923 9 نوامبر کودتای نافرجام هیتلر در مونیخ. 15 نوامبر سقوط پول آلمان، پایان تورم هاند. 1925 1 دسامبر معاهده لوکارنو میان بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بلژیک منعقد می‌گردد. 1926 24 آوریل معاهده برلین بین آلمان شوروی به امضا می‌رسد. آلمان به جامعه ملل می‌پیوندد. 1928 29 اوت پیمان کلاگبریان در پاریس امضا می‌شود. 1929 29 اکتبر آغاز سقوط بزرگ در بوسه اوراق بهادر آمریکا. 1931 سپتامبر کوانتونگ ارتش ژاپن منچوری را به تصرف در می‌آورد. 1932 2 فوریه کنفرانس خلع سلاح در ژنو برگزار می‌شود. 9 ژوئیه پایان کنفرانس لوزان که به بحث و مذاکره بر سر پرداخت غرامت اختصاص می‌یابد. ژوئیه تا اوت کنفرانس اتاوا با حضور کشورهای مشترک المنافع بریتانیا برگزار می‌شود. 1933 30 ژانویه هیتلر به صدراعظمی آلمان منصوب می‌شود. 12 ژوئن کنفرانس جهانی اقتصاد در لندن برگزار می‌شود. 15 ژوئیه پیمان 4 جانبه در روم به امضا می‌رسد. 16 اکتبر آلمان از جامعه ملل و کنفرانس خلع سلاح خارج می‌شود. 1934 17 سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی به جامعه ملل می‌پیوندد. 5 دسامبر پیمان فرانسه شوروی. 1935 6 فوریه به موجب قانون حکومت هندوستان بریتانیا به هندوستان خود مختاری محدود اعطا می‌کند. 16 مارس هیتلر برنامه تجدید قوای تسلیحاتی آلمان را اعلام می‌کند. 11 آوریل ایتالیا، بریتانیا و فرانسه در کنفرانس استرزا موافقت خود را با تشکیل جبهه مشترک اعلام می‌دارند. 18 ژوئن توافقنامه دریایی بریتانیا آلمان به امضا می‌رسد. 3 اکتبر ایتالیا به حبشه همان اتیوپی حمله می‌کند. 1936 13 مارس قوای نظامی آلمان بار دیگر قدم در راینلند می‌گذارد. 17 ژوئیه جنگ داخلی اسپانیا متعاقب کودتای نظامی نافرجام آغاز می‌شود. 18 اکتبر برنامه 4 ساله دوم در آلمان به اجرا در می‌آید. 25 نوامبر پیمان ضد کمیونیسته بین آلمان و ژاپن منعقد می‌گردد. 1937 26 آوریل هواپیمای آلمانی شهر باسکی گرینکا را بمباران می‌کنند. 1 مه مجلس ایالات متحده قانون بی‌طرفی دائمی را به تصویب می‌رساند. 9 ژوئیه آغاز جنگ چین و ژاپن. 12 نوامبر نیروهای ژاپنی شهر شانگهای را به تصرف در می‌آورند. 13 دسامبر نیروهای ژاپنی شهر نانجینگ پایتخت چین را به تصرف در می‌آورند. 1938 13 مارس اتحاد آلمان و اتریش موسوم به آنشلوس برقرار می‌گردد. 15 سپتامبر چمبرلین برای ملاقات با هیتلر به آلمان پرواز می‌کند. 22 سپتامبر نشست دوم چمبرلین و هیتلر. 30 سپتامبر در کنفرانس مونیخ مناطق آلمانی نشین زودتن به آلمان مسترد می‌گردد. 30 سپتامبر توافقنامه بریتانیا آلمان. 6 دسامبر اعلامیه فرانسه آلمان به امضا می‌رسد. 1939 6 فوریه چمبرلین تعهد خود را به حمایت نظامی از فرانسه اعلام می‌دارد. 15 مارس قوای آلمان بوهم و موراوی را به اشغال در می‌آورند. 21 مارس ممل از شهرهای لیتوانی تسلیم آلمان می‌گردد. 23 مارس معاهده تجاری رومانی آلمان. 30 مارس ایتالیا آلبانی را اشغال می‌کند. 31 مارس چمبرلین حاکمیت ملی لهستان را تضمین می‌نماید. 26 آوریل بریتانیا مجدداً دست به صدور فراخوان اعزام به خدمت می‌زند. 22 مه پیمان فولاد بین آلمان و ایتالیا منعقد می‌گردد. 23 اوت پیمان عدم تجاوز آلمان شوروی در مسکو امضا می‌شود. 25 اوت معاهده بریتانیا لهستان به امضا می‌رسد. 1 سپتامبر قوای آلمان به لهستان یورش می‌برد.
3 سپتامبر بریتانیا و فرانسه به آلمان اعلام جنگ می‌دهند. 17 سپتامبر ارتش سرخ به شرق لهستان یورش می‌برد. 28 سپتامبر به موجب معاهده مدت آلمان و شوروی خاک لهستان بین دو کشور تقسیم می‌شود. 6 اکتبر هیتلر در پارلمان آلمان پیشنهاد صلح می‌دهد. 10 اکتبر کشورهای بالتیک تحت قیومت شوروی قرار می‌گیرند. 30 نوامبر آغاز جنگ شوروی فنلاند. 14 دسامبر اتحاد جماهیر شوروی از جامعه ملل خارج می‌شود. 1949 آوریل هجوم آلمان به دانمارک و نروژ. 10 می چمبرلین استعفا می‌دهد. چرچیل به نخست وزیری می‌رسد. قوای آلمان به هلند، بلژیک و فرانسه حمله ور می‌شوند. 10 ژوئن ایتالیا به فرانسه و بریتانیا اعلان جنگ می‌دهد. 17 ژوئن تقاضای آتشبس فرانسه. 15 سپتامبر نبرد بریتانیا به اوج می‌رسد. 27 سپتامبر پیمان سه‌جانبه آلمان، ایتالیا و ژاپن. 28 اکتبر یورش نیروهای ایتالیا به یونان. دسامبر هیتلر فرمان آغاز عملیات بارباروسا را برای جنگ با شوروی امضا می‌کند. 1941 11 مارس کنگره به لایحه وام و اجاره رأی مثبت می‌دهد. 6 آوریل قوای محور به یوگسلاوی و یونان حمله می‌کنند. 22 ژوئن آلمان و متحدانش به اتحاد جماهیر شوروی حمله می‌کنند. 12 اوت صدور منشور آتلانتیک. 7 دسامبر هواپیماهای ژاپنی به بندر پرل هاربر حمله می‌کنند. ایالات متحده آمریکا به ژاپن اعلان جنگ می‌دهد. 8 دسامبر نیروهای ژاپنی یورش خود را به مالایا و فیلیپین آغاز می‌کنند. 11 دسامبر آلمان و ایتالیا به ایالات متحده اعلان جنگ می‌دهند. و بریم سر معرفی شخصیت‌ها. ژوزف استالین یا اسم کامل ژوزف جاگاشویلی استالین، مارکسیست اهل گرجستان شوروی که به حزب سوسیال دموکرات روسیه پیوست و پس از انشقاق حزب در 1904 که حاصل اختلاف نظر بر سر برخی امور درون حزبی بود به حمایت از لنین روی آورد. در نوامبر 1917 و پس از برپایی نخستین حکومت بلشویکی که فیلمی هم درباره این ساختیم لینکشین بالا میاد اگه خواستین حتما نگاه کنید، به مقام کمیسر یا همان وزیر خلق در امور اقوام رسید. در 1922 به دبیرکلی حزب منصوب شد و با تکیه بر این جایگاه از دهه 1930 تا دهه 1950 در اتحاد جماهیر شوروی نظام دیکتاتوری برپا کرد. 1941 تا زمان مرگ 1953 نخست وزیر و از 1941 تا 1946 کمیسر دفاع بود. آلبرت اشپر مهندس معمار آلمانی که در دهه 1930 از جانب هیتلر مأمور شد تا در بازسازی شهرهای بزرگ آلمان همکاری نماید. در فوریه 1942 به مقام وزارت مهمات‌سازی منصوب و بعداً در دادگاه نورنبرگ محکوم به تحمل 20 سال حبس شد. آنتونی ایده سیاستمدار محافظه کار که نماینده بریتانیا در جامعه ملل 1934 و وزیر امور خارجه در سال 1935 بود. در 1938 از مقام خود استعفا داد، اما در 1940 با فرمان چرچیل مجددا بر سر کار آمد. ایدن از 1955 تا 1957 بر مسند نخست وزیری تکیه زد. تامس اینسکیپ حقوقدان و سیاستمدار محافظه کار بریتانیا که در فاصله 1936 تا 1939 وزیر هماهنگی امور دفاعی و سپس در فاصله 1939 تا 1941 رئیس دیوان عالی بود. اکثر افراد اعتقاد داشتند که نقش وی در توسعه برنامه تجهیز قوای تسلیحاتی بریتانیا بسیار کمرنگ بوده و بسیار دیر وارد میدان شده است. استنلی بالدوین سیاستمدار محافظه کار انگلیسی که نخستین بار به سال 1921 در مقام رئیس هیئت بازرگانی وارد کابینه شد. بالدوین یک سال بعد به وزارت خزانه داری و سپس به نخست وزیری رسید. در سالهای 1922 تا 1924 و 1924 تا 1929 دو بار منصب نخست وزیری را در اختیار گرفت. سال 1931 در دولت ملی رمزی مکدونالد رئیس کل شورا و معاون نخست وزیر بود. از سال 1935 تا 1937 بار دیگر نخست وزیر و در همین منصب بازنشسته شد. بالدوین در 1932 با ذکر این جمله در مجلس عوام نام خود را بر سر زبانها انداخت. هیچ چیز جلودار بمب‌افکن‌ها نیست. ادوارد بنش سیاستمدار اهل چک که در فاصله 1918 تا 1935 وزیر امور خارجه بود و متعاقب درگذشت توماش ماساریک رئیس جمهور چکسلواکی شد. در 1939 پس از اشغال چکسلواکی به دست نیروهای آلمان کشور را ترک کرد و پس از بازگشت مدتی کوتاه در 1946 تا 1948 مجددا رئیس جمهور شد تا آنکه کمونیست‌ها قدرت را قبضه کردند. ژرژ بونه
سیاستمدار فرانسوی که عضو حزب سوسیال رادیکال بود. از 1937 تا 1938 وزارت دارایی را بر عهده داشت. سپس در کابینه دالادیه به وزارت امور خارجه منصوب شد و در راه اجرای کامل سیاست مماشات کوشش فراوانی به خرج داد. در 1940 از حکومت ویشی حمایت کرد و در 1944 پیش از تهاجم نیروهای متفقین در روز دی از فرانسه خارج شد. نام اصلیش F.A. اسمیت، فردریک ادوین اسمیت، اهل بریتانیا، سیاستمدار محافظه‌کار و وکیل دادگستری. در 1919 که رئیس دیوان عالی کشور شد به مقام اعیانی نائل شد. از 1924 تا 1928 وزیر امور هندوستان بود. مارشال فیلیپ پتن، ژنرال فرانسوی که در جنگ جهانی اول نقش مهمی در امور پشتیبانی جنگ ایفا نمود. وی بر روند احداث استحکامات خط دفاعی ماژینو نظارت داشت. اما در دهه 1930 از خدمات در ارتش بازنشسته شد. در ژوئن 1940 به ریاست حکومت فرانسه رسید و شهر ویشی را پایتخت قرار داد. در 1945 بازداشت شد. به جرم ارتکاب جنایت سیاسی در زمان برپایی حکومت خودکامه به حبس ابد محکوم کردند. لئون تروتسکی، سوسیالیست روس که هوادار شاخه منشویک حزب سوسیال دموکرات روسیه بود. در 1917 بلشویک شد و در طول جنگ داخلی روسیه فرماندهی ارتش سرخ را بر عهده داشت. در 1925 استعفا داد و پس از اتهام چپروی از حزب اخراج و در 1925 تبعید شد. در مکزیک در 1940 به دست یکی از عوامل استالینیست کشته شد. ژنرال هیدکی توجو، رجل نظامی و سیاستمدار ژاپنی که در ژوئیه 1940 وزیر جنگ شد. در اکتبر 1941 و کمی پیش از یورش ژاپن به بندر پرل هاربر به صدارت رسید. در ژوئیه 1944 متعاقب شکست ژاپن استعفا داد و در 1948 به اتهام ارتکاب جنایت جنگی محکوم و اعدام شد. آلن جی پی تیلور، مورخ انگلیسی که در دو دانشگاه منچستر و آکسفورد به تدریس پرداخت. در 1961 با چاپ کتابی جنجالی درباره دلایل آغاز جنگ جهانی دوم به شهرت رسید. در کتاب آمده بود که نقش مخرب هیتلر در واقع جنگ پررنگتر از اشتباهات بریتانیا و فرانسه نبوده است. گالآتسو چانو، داماد موسولینی که در 1936 جانشین وی در مقام وزیر امور خارجه ایتالیا شد. وی برخلاف موسولینی امید چندانی به پیروزی ایتالیا در جنگ با غرب نداشت. در سپتامبر 1943 که ایتالیا تسلیم نیروهای متفقین شد، به اسارت رژیم فاشیستی تحت حمایت آلمان مستقر در شمال ایتالیا درآمد. در 1944 به ضرب گلوله کشته شد. وینستون چرچیل، دولتمرد، رجل نظامی و نویسنده انگلیسی، تا پیش از 1914 وزیری عالی رتبه و عضو حزب لیبرال بود قبل از آنکه به وزارت مهمات سازی منصوب شود. در جبهه غرب خدمت می‌کرد. سال 1916 در دهه 1920 به حزب محافظه‌کار پیوست و در سالهای 1926 تا 1929 وزیر خزانه داری بود. در دهه 1930 حضور کمرنگی در سیاست داشت، اما با آغاز جنگ در 1939 فرماندهی نیروی دریایی را به دست گرفت. در می 1940 نخست وزیر شد و تا 1945 در مقام خود باقی ماند. بار دیگر از 1951 تا 1955 به این مقام رسید. کای شک چیانگ، نظامی چینی که در دهه 1920 قدرت را به دست گرفت و درگیر جنگ داخلی دراز مدتی علیه کمونیستان چین و سرکردگان نظامی شد. در دو دهه 1930 و 1940 جنبش مقاومت علیه تهاجم ژاپن را رهبری کرد، ولی در 1949 با شکست برابر شورشیان کمونیست به جزیره تایوان گریخت و در همانجا تا پایان عمر حکومت را در اختیار داشت. نویل چمبرلین، دولتمرد محافظه‌کار از خانواده سیاسی و سرشناس اهل برمینگهام، در دهه 1920 وزیر موفقی بود. در 1934 وزیر خزانه‌داری شد، در همان برهه‌ای که برنامه تجدید قوای تسلیحاتی بریتانیا تحت نظارت وی در جریان بود و از می 1937 جانشین بالدوین در مقام نخست وزیر شد. چمبرلین را معمار سیاست مماشات می‌شناسند، هرچند او بود که در 1939 به آلمان اعلان جنگ داد. در می 1940 از مقام خود استعفا کرد، در همان سال نیز درگذشت. ادوارد دالادیه، دولتمرد عضو حزب رادیکال فرانسه که پس از سقوط دولت جبهه خلق در 1938 به مقام نخست وزیری و همینطور به وزارت جنگ رسید. در می 1940 از عضویت در کابینه استعفا داد و با اشغال فرانسه به دست قوای آلمان دستگیر و زندانی شد. بیریر دالروس،
بازرگان سوئدی و از دوستان هرمان گورینگ که در روزهای منتهی به آغاز جنگ جهانی دوم نقش میانجی بریتانیا و آلمان را ایفا کرد، اما کوشش او به نتیجه نرسید. فرانکلین دلانو روزولت، سیاستمدار برجسته حزب دموکرات که در جنگ جهانی اول و در کابینه وودرو ویلسون جانشین فرمانده نیروی دریایی بود. روزولت پس از ابتلا به فلج اطفال در دهه 1920 نخست فرماندار ایالت نیویورک 1928 و 4 سال بعد نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده شد. 4 دور رئیس جمهور ایالات متحده بود که چنین امری در تاریخ این کشور هرگز سابقه نداشته است. روزولت در دوران جنگ نقش مهمی در تشکیل ائتلاف بزرگ با بریتانیا و شوروی ایفا کرد. فیلد مارشال اروین رومل، افسر ارتش آلمان که اوایل جنگ جهانی دوم در کسوت فرمانده لشکر زرهی از خود لیاقت نشان داد. در 1941 مستند فرماندهی قوای آلمان را در شمال آفریقا به عهده گرفت، ولی در جبهه العلمین از قوای کشورهای مشترک المنافع شکست خورد. در توطئه قتل هیتلر موسوم به توطئه ژوئیه 1944 پای رومل هم به میان کشیده شد و به همین سبب خودکشی کرد. یواخیم فون ریبنتروپ فروشنده شامپانی بود، اما پس از 1933 سخنگوی برجسته حزب ناسیونال سوسیالیست در امور خارجه شد. در 1936 به سمت سفیر آلمان در لندن منصوب و در 1938 وزیر امور خارجه آلمان شد. در حضور هیتلر عملاً نقش اندکی در اتخاذ تصمیمات اساسی ایفا می‌کرد. ریبنتروپ در دادگاه نورنبرگ حاضر و محکوم به مرگ شد. یالمار شاخ، بانکدار آلمانی که در اواخر 1923 برای حل بحران تورم دعوت به کار شد، سپس به مقام ریاست بانک مرکزی آلمان رسید. در 1934 وزیر اقتصاد دولت هیتلر و در 1935 وزیر مختار اقتصاد جنگ بود. با کمک شاخ منابع مالی تجدید قوای تسلیحاتی آلمان تامین شد، اما در پی اختلاف با هیتلر در 1937 استعفا داد. وی بعدها دستگیر و در دادگاه نورنبرگ حاضر شد، اما یکی از 3 نفری بود که در دادگاه حکم تبرئه گرفت. الکساندر کداگر، معاون دائمی وزیر امور خارجه بریتانیا از 1938 تا 1945 و نماینده بریتانیا در سازمان ملل از 1946 تا 1950. آشفرین فون از مقامات عالی‌رتبه وزارت دارایی آلمان که در 1932 وزیر دارایی شد و تا 1945 در این جایگاه باقی ماند. وی متهم به تامین اعتبار بودجه تقویت نظامی آلمان و بهره‌کشی مالی از اروپا بود، ولی در دادگاه نورنبرگ 1945 از حکم اعدام به جرم جنایتکاری جنگی جان سالم به در برد. پرنس کونو فومیمارو، دولتمرد ارشد ژاپنی که در 1937 1939 و مجدداً از تابستان 1940 تا اکتبر 1941 نخست وزیر ژاپن بود. ناسیونالیست و امپریالیستی تمام عیار به حساب می آمد و سخت مخالف مداخله غرب در شرق دور بود. در 1937 ژاپن را درگیر نبرد با چین کرد و چندی بعد در 1940 پیمان 3 جانبه را با آلمان و ایتالیا به امضا رساند. مکنزی کینگ، سیاستمدار لیبرال کانادایی که 3 بار به منصب نخست وزیری رسید و بار سوم از 1935 تا 1948 در جلب افکار عمومی کانادا برای همراهی با بریتانیا در جنگ 1939 نقش مهمی داشت. وی در طول نبرد کمک‌های مالی و جنسی فراوانی به بریتانیا ارسال کرد. ژنرال موریس گاملن، ژنرال فرانسوی که در 1936 رئیس ستاد ارتش و در اواخر 1930 ناظر عملیات تقویتی نظامی فرانسه بود. مارشال ماکسیم بگان در میانه نبرد فرانسه 1940 به جای وی نشست. حکومت ویشی گاملن را دادگاهی و بعدها به آلمان تبعید کرد. دینو گراندی، سیاستمدار فاشیست ایتالیایی که در فاصله 1929 تا 1932 وزیر امور خارجه بود و سپس از 1932 تا 1939 وزیر ایتالیا در بریتانیا شد. گراندی در تابستان 1943 نقش بسزایی در حذف موسولینی از دولت داشت، اما از بیم مجازات اعدام در رژیم جدید فاشیستی که با پشتیبانی آلمان در شمال ایتالیا برپا شده بود به اسپانیا گریخت. مارشال هرمان گورینگ، خلبان شکاری برجسته آلمان در جنگ جهانی اول، در 1922 به حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان پیوست و از سیاستمداران تراز اول حزب شد. در 1932 ریاست رایشتاگ را به دست گرفت. پس از آن که هیتلر به صدراعظمی رسید، گورینگ را به مستند وزارت امور داخلی پروس منصوب کرد و در 1935 وی را به فرماندهی کل نیروی هوایی آلمان گماشت. گورینگ پس از محکومیت در دادگاه نورنبرگ 1946 به جرم ارتکاب جنایت جنگی دست به خودکشی زد.
ولادیمیر اولیانوف لنین، رهبر حزب سوسیال دموکرات روسیه، بلشویک‌ها و نافذترین نظریه پرداز مارکسیست زمانه. در اکتبر 1917 لنین حزب را تهییج به برپایی انقلاب کرد و رهبری حکومت جدید را تا 1922 در اختیار گرفت. اما بیمار شد و به ناچار از ادامه فعالیت‌های سیاسی باز ماند. ماکسیم لیتوینوف، سیاستمدار و دیپلمات بلشویک روس، در 1930 به وزارت امور خارجه رسید. لیکن در مارس 1939 شخص دیگری را به این جایگاه گماردند. لیتوینوف بعداً در فاصله 1941 تا 1943 سفیر اتحاد شوروی در ایالات متحده بود. مارشال اوبر لیوته، ژنرال فرانسوی که عمده دوران خدمت نظامی خود را در مستعمرات سپری کرد. از 1912 تا 1925 نخست وزیر مقیم مراکش فرانسه بود. هنری مورگنتو، سیاستمدار دموکرات آمریکا که در کابینه روزولت از 1934 تا 1945 وزیر خزانه‌داری بود. شهرت وی به سبب ارائه طرحی بود که بر اساس آن آلمان میبایست پس از جنگ به نشانه تنبیه کشوری زراعی شود. موسولینی، سیاستمدار سوسیالیست و افراطی اهل استان رومانیای ایتالیا که پس از جنگ جهانی اول ناسیونالیست شد، در خط مقدم جنگید و پس از بازگشت از میدان جنگ جنبش فاشیستی ایتالیا را در 1919 بنیان نهاد. اکتبر 1922 به صدارت رسید. پیش از 1926 نظام دیکتاتوری تک حزبی برپا داشت و ایتالیا را درگیر جنگ در حبشه همان اتیوپی 1935، اسپانیا 1939 تا 1936، اسپانیا 1936 تا 1939 و علیه کشورهای غربی 1940 تا 1943 کرد. در پی کودتای نظامی 1943 سرنگون و در 1945 به دست پارتیزان‌های ضد فاشیست ایتالیا کشته شد. ویچسلاو مولوتوف، سیاستمدار بلشویک و یار وفادار استالین که در دهه 1920 دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی شد. در 1930 به ریاست شورای کمیسرهای خلق برگزیده شد و تا 1941 در این مقام باقی ماند. از 1939 تا 1949 وزیر امور خارجه بود. وودرو ویلسون، سیاستمدار دموکرات که در فاصله سالهای 1913 تا 1921 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود. ویلسون با تاکید بر سیاست حق تعیین سرنوشت نقش مهمی در رفع اختلافات و مصالحه پس از جنگ در اروپا داشت. البته سنای آمریکا در 1920 با معاهده ورسای مخالفت کرد. کوردل هال، سیاستمدار دموکرات آمریکایی که از 1932 تا 1944 وزیر امور خارجه کابینه روزولت بود و به علت بیماری اجباراً بازنشسته شد. معتقد بود که تمامی مناقشات منشأ اقتصادی دارد و رفاه جهانی به صلح منتهی خواهد شد. در 1945 جایزه صلح نوبل را به وی اعطا کردند. فارد هالیفاکس، سیاستمدار ارشد انگلیسی و عضو حزب محافظه‌کار از 1926 تا 1931 نایب السلطنه هندوستان بود و به دنبال استعفای آنتونی ایدن در 1938 وزیر امور خارجه شد. هالیفاکس موافق سیاست مماشات به طور محدود بود و در روزهای پایانی 1940 ایدن جانشین وی در مقام وزارت امور خارجه شد. از 1941 تا 1946 سفارت بریتانیا در واشنگتن را بر عهده داشت. نویل هندرسون، دیپلمات انگلیسی که در 1937 سفیر بریتانیا در برلین شد. عموماً وی را طرفدار آلمان و اهل سازش می‌دانستند که البته اخیراً در این دیدگاه تجدید نظر کردند. در 3 سپتامبر 1939 هندرسون التیماتوم بریتانیا به آلمان را ابلاغ کرد. موریس هانکی، رئیس هیئت دفاع سلطنتی بریتانیا که سالیان دراز از 1912 تا 1938 بر این مسند بود و از 1916 تا 1938 نیز دبیر هیئت دولت را بر عهده داشت. در 1939 به کابینه جنگ چمبرلین پیوست اما با نخست وزیری چرچیل از کار برکنار شد. آدولف هیتلر، سیاستمدار زاده اتریش که در 1913 پای در خاک آلمان گذاشت، در جنگ جهانی اول سرباز هنگ باواریا بایرن بود و در 1919 به عضویت حزب کارگران آلمان درآمد که اعضای بسیار اندکی داشت. حزب کارگران 2 سال بعد با نام حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان، حزب نازی، به فعالیت خود ادامه داد. به ریاست آن رسید. در 1923 دست به کودتا زد اما به زندان افتاد. مجدداً در 1926 ریاست حزب را بر عهده گرفت و 7 سال بعد صدراعظم آلمان شد. چندی بعد در هیئت دیکتاتور آلمان قد برافراشت و گام در تقویت بنیه نظامی، کشورگشایی و یهود ستیزی نهاد. در 1939 با یورش به لهستان آتش جنگ جهانی را شعله‌ور کرد. در 1941 برنامه هولوکاست را به اجرا درآورد و در آوریل 1945 در ویرانه‌های شهر برلین خودکشی کرد. امپراتور ژاپن هیروهیتو، آخرین امپراتور سنتی ژاپن، تحت هدایت او
ژاپن در 1930 دست به کشورگشایی زد. او بود که در 1941 رأی به نبرد علیه ایالات متحده داد. در 1945 پیام تسلیم ژاپن را قرائت کرد، اما متفقین موافقت کردند که با تغییر به نظام مشروطه همچنان در مقام خود باقی بماند. خیلی خب، اینم از اینجا تا اینجا افراد مهم و گامشماری از شروع جنگ جهانی دوم رو با شما در میان گذاشتیم. تو قسمت بعد زمینه ساز و یک سری کلمات، مکانها، یک سری قراردادها و معاهده‌های مهم رو توضیح میدیم. ممنون که ما رو تماشا کردین، ما رو شنیدین. تا ویدیو بعد میبینمتون.